اگر توی لگن و مفصل رونت موقع راه رفتن، موقع نشستن و برخاستن احساس درد و ناراحتی داری، راه رفتن برات یکم مشکله، حرکتایی رو که بهت میگم با من انجام بده. حالت نشسته قرار میگیری، پشتت صاف، یکی در میون پاهات رو از زانو خم میکنی و زانوت رو به پهلو حرکت میدی. این حالت با دست دیگه کشش میدی، برمیگردی. پای دیگر رو خم میکنی، یک کشش به سمت پایین، برمیگردی. دو تا پات رو آروم خم میکنی، از زانو و کف پاها رو به هم میچسبونی و برمیگردی. این دور حرکت رو 10 بار انجام میدی. حرکت بعدی پات رو به پهلو باز میکنی، برمیگردی. هر پا 10 مرتبه تکرار میکنی. و حرکت سوم کف پاها رو به هم میچسبونی با هر وضعیتی که هستی. اگه زانو دردی هستی خیلی زانوهات رو خم نکن، آروم دستات رو میذاری روی زمین، یکی در میون لگنت رو از روی زمین جدا میکنی. این حرکت ها رو انجام دادی و احساس خوبی رو تجربه کردی، حتما برای دوستات ارسال کن. بوس به قلب خوشگل.